روایت است که وقتی شهید در میدان جنگ از مرکب به زیر می افتد، هنوز بدن او به زمین نرسیده، ملائکه الهی آغوش باز می کنند و او را در آغوش می گیرند. چه نعمتی از این بالاتر! خوش به حال اونهایی که با این کیفیت میمیرند. مگر نباید مرد؟ مگر نباید رفت؟ اگر مرگ حتمی است، پس چه بهتر که این حادثه حتمی به شکلی واقع بشود که خدا را هم از انسان راضی کند، بهشت را هم متعلق به انسان کند. هر وقت من به فکرم میفته که ممکنه بعد از این همه ادعا، بعد از این همه توقع، با مرگ غیر شهادت از دنیا بریم، خدا میدونه دلم میلرزه. وای بر ما اگر بدون شهادت از دنیا بریم. خوش به حال شهیدان.